سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به ویدیو امروز. رفقا چه کارا میکنین؟ اینجا دارن ازم میپرسن گربه دوست داره یا نه. گربه کوچیک بوش شیر میده و اینجور چیزا. ما هم فقط هدشات میزنیم. آقا خوش اومدین به ویدیو امروز. اصلا ویدیو امروز خدا. آقا رفقا چه کار میکنین؟ اصلا ببین امروز آموزش آوردیم براتون، خدا. و آقا به قول معروف گربه کوچیک بوی شیر میده، گربه بزرگ بوی آقا بگذاریم بچه. قبل از هر چیزی لایک ویدیو رو حتما بزنید. واقعا ببینید، واقعا از سابسکرایب کردن مهمتره. خب و ما کلا 100 و نمیدونم چند روز وقت داریم، کلا حدود 150 روز وقت داریم که چنل مانیتایز کنیم. یعنی 2 برابر سخت‌تر میشه دهنمون سرویس شه. تو با این لایک آقا میای چیکار میکنیم؟ یا یه حرکتی راحت قشنگ یه حرکت رو بزنیم، ما زودتر مثلا به درآمدزاییمون میرسیم، هم ویدیومون وایرال میشه. خیلی کمک بزرگ میکنه. و آقا به جز اون جور داستانا، بیاین چنل تلگرام بچه ها حتما جوین بدید. اونجا یکم اوکی تر بشه، جون بگیره، کاستوم دیگه خودمون میذاریم. آقا اگر دیدین لیدر کیکتون میده، لیدر بهتون اسلات نمیده بشینید با رفیقاتون پلی بدید، نمیدونم چیتر تو گیمه و اینجور چیزا، اوپن خوب پیدا نمیکنید، چنل خودمون جون بگیره. آقا هر روز اوپن داریم، روزی 40 50 60 70 80 تا اوپن میزنیم. فقط اونجا رو جوین بدید. لینکش یا توی بیوی چنل یوتیوب هست یا میذارم تو کامنت ها. خب احتمالا میذارم تو کامنت ها. اونجا رو حتما بیاین. و آقا دیگه بریم سراغ ویدیوهای آموزشی. بچه ها ویدیو امروز در مورد چیه؟ آقا در مورد ترکیب اسنایپ رایفل، نمیدونم تک شاتگان پلی دادن، نمیدونم تک اسنایپ پلی دادن. بچه ها میخوام تک اینا رو بهتون آموزش بدم. خب دونه شون رو بهتون بگم چیکار کنید. دیگه نظرسنجی گذاشتیم، گوشیم داره زنگ میخوره، یه دقیقه وایسین. آره بچه ها، نظرسنجی گذاشتیم. آقا گفتیم رفع لگ میخواین، نمیدونم آموزش پلی دادن با سنس بالا میخواین، نمیدونم خیلی داستانه دیگه. و آقا شما یه چیز رو انتخاب کردید، پلی دادن تک شاتگان یا مثلا تک اسنایپ، یا پلی دادن مثلا با سنس بالا. آقا من اومدم همش دوتاشو تو این ویدیو بهتون بگم. خب چون این دوتا واقعا رای آورد. آره و تو میگی آقا اسنایپ شاتگانه دیگه، میزنیم میره، مثلا یه راش سگی میدی تموم میشه. نه بابا اینجوری نیست. خب اصلا ببین کلا اشتباهه. حالا چه برسه دوتا گان رو هم برداری، چه اسنایپ چه شاتگان، این دوتا رو فکر کن برداری، کلا اون دیگه یه سبک بازی دیگه داره. خب اونو واسهتون توضیح میدم. آقا اول از چی شروع کنیم؟ اول از سبک اسنایپ زدن شروع کنیم. خب آقا تو میره یه ویدیو میبینی داخل این اینستاگرام، مثلا یارو داشتمون داره تک اسنایپ پلی میده، مثلا یه یوتیوبری، یه همکار ما مثلا میاد تک اسنایپ پلی میده. آقا مثلا میبینی چقدر خوبه، مثلا خوب پلی میده اینا. آقا تو اسنس خوب میخوای، اول بسم الله بهت بگم، تو اسنس خوب میخوای که بخوای تک اسنایپ و تک شاتگان پلی بدی. آقا سنس که واسه اسنایپ، واسه یه تک اسنایپ پلی دادن باید یه سنس باشه که ADS اسنایپر یا همون اسنایپر اسکوش بالا باشه. خب همچین سنسی میخوای و واسه تک اسنایپ پلی دادن بعد اون اوکی کنی. خب و نه تو بیشتر فایت های اسنایپت وقتی تنها یه اسنایپ داری، آقا بیشتر فایتت نزدیکه. خب حتی آقا نباید یه جوری باشه که انمی بیاد نزدیکت نتونی بزنیش. خب تاش هم با خودت میگه هیپ میزنی. هیپ داشت احتمالش 1 در میلیون مثلا بخوره. خب در این حد بهتون بگم. حتی کلا یه سنس خوب میخوای، خب که ایم کنی نزدیک رو بدونی باش بزنی. آقا اون به کنار، سبک بازیشو بهتون میگم. بچه شمایی که میخواید تک شاتگان پلی بدین، آقا مثلا تو چجوری بهت بگم؟ آقا تو مثلا یه شاتگان میای میدی دست یه بچه، خب مثلا خودت میای یه کلاشی یه چیزی، حالا چه تو دنیا واقعی چه تو مثلا گیم. خب آقا تو مثلا یارو بچه 3 ساله هم باشه، تو مثلا با شاتگان بری جلو، آقا میزنه میترکونتت. من چجوری بهت بگم؟ خب شاتگان پلی دادن. آقا تو یه کلاسی میخوای، یه سبک پلی میخوای، یه جور باید زوم بگیری، یه جور باید پلی بدی که آقا همیشه انمی نزدیکت باشه، ور دستت باشه، بتونی بزنی. خب نه اینکه انمی سر کوچه باشه تو یه شاتگان برداری زرت همش بزنی، از اون دور یاران بگیره لیزر کنه. خب اینجوری نی. باید موقعیتشو پیدا کنی، یارو فایت نزدیک گیر بیاری با شاتگان بزنی تو طوق سرش. و اینجوری نیست که آره تو یه شاتگان برداری بری یه اسکار بزنی تمام. بچه میشه اما مثلا تو فایت کاستوم تو بلک مارکت ها شانسی میشه بچه ها. ببینید 90% شانسه. کسی که میگه آی مهارت اینا، بچه ها اونا پلیرای خوبی باشن، کسایی که میری راششون رو میدی با تک شاتگان پلیرای خوبی باشن، خب
مثلا 4 تا پلیر خوب باشن، مثلا سبک بازیشون مثل هم باشه، سطح پلیشون مثل هم باشه، تو نمیتونی این حرکاتو بزنی. خب مگر این چی؟ مگر اینکه آقا بتونی مثلا سبک پلیت اوکی کنی، یا موقعیت شاتگان زدن، موقعیت درست حسابی گیر بیاری. خب واسه پلی دادن اون شاتگان یا مثلا اون تک اسنایپی که برداشتی. این داداشمون رو فاز جمان گرفته بود، گفتم داش بیا پایین، بیا پایین، پذیراییم. اصلا بدو بینم خودم هم سولو اسکوادت میکنم آخر ویدیو. آقا اون به کنار. آره تو دیگه باید یه سبک داشته باشی. پس شاتگان شد چی؟ آقا شاتگان شد فایت نزدیک بدی، دنبال موقعیت باشی که انمیا بیان سمت تو، نه تو بری سمت انمیا. و آقا پشت کاور باشی، توی جاهای باریک باشی، مثلا پلی بدی. راپله آلکاتراز یادتون بود؟ آلکاتراز قدیمی یه راپله داشت، مثلا تو همچین جایی باید فایت بدی و اینجور داستان است. و آقا بریم سراغ اسنایپ. آقا تو میخوای اسنایپ پلی بدی، خب توی که میخوای اسنایپ پلی بدی یه سنس ADS بالا میخوای، خب یا همون اسنایپر اسکوپ بالا میخوای، خب که آقا انمی نزدیکت شد بتونی بزنی. خب همونجوری که گفتیم احتمال خوردن هیپ فایر با اسنایپ 1/1,000,000. تو باید ایم کن، داش موومنت نزن. موومنت اینجا کنسل جیزه. و آقا تو مثلا یه سنسی میخوای که مثلا بتونی هم نزدیک رو خیلی خوب بزنی، هم فاصله متوسط، چون فایت اسنایپ بیشترش، حالا من تست کردم، بیشترش فاصله معمولی بوده، مثلا اینجا تا پیش اون درخته بوده تا نزدیکمون، حالا یه قدمی 2 قدمی اینا. خب و من آقا چیز دیگه ندیدم مثلا سنس رو خیلی کند کنم که بتونم دور بزنم. خب و آقا توی این تک شاتگان چه تک اسنایپ پرک خیلی مهمه، کلاس خیلی مهمه، زونگیری خیلی مهمه. اگر میخواین پرکای درست حسابی رو یاد بگیرید، چه واسه اسنایپ چه شاتگان، برید ویدیوی قبلی رو ببینید، آموزش پرکا. اصلا یاد میدم با یه گان چجوری پلی بدی بیشترین دمیج بده. مثلا تیر بزنی به یارو 60 تا دمیج بده، تیر بزنی به یارو 100 تا دمیج بده، 150 تا دمیج بده، اینجوری. و آقا این که بهتون گفتم خلاصه پرک خیلی مهمه. و آقا بریم سراغ مسئله بعدی. آقا این مسئلهش سنس بود که تو باید سنست اوکی باشه، یه چیز میزان باشه که باش بتونید نزدیکو بزنید. امینم باشه. آجی دارم چجوری حرف میزنم. آقا خلاصه تو یه چیزی میخوای که بتونی باهاش نزدیکو بزنی. خب و آقا این از یه نکته. یه نکته دیگه که هست، آقا تو داخل فایت اسنایپ باید فضای اوپن پلی بدی، نه اینکه خودت اوپن باشی یا انمیا رو تو فضای اوپن قرار بدی، یا چجوری بهت بگم تو خودت بری مثلا یه جایی که پر از کاوره و انمیا رو کجا گیر بیاری، انمیا رو داخل فضای اوپن. ببینید اینجوری نیست الان داخل داری با خودت میگی چجوری میخوام یارو رو راضی کنم که بره داخل فضای اوپن وایسه اینا، اسنایپر خوبی باشی، سنس و اینا اوکی باشه، میتونی جوری انمیا رو دمج کنی با مغز بازی، میتونی جوری انمیا رو دمج کنی که آقا انمیا پشماشون بریزه، اصلا نفهمن دارن چیکار میکنن، برن تو اوپن تو هم راحت بگیری بزنیشون. خب یه نکته که بود، اونا رو باید بفرستید توی فایت اوپن. خب که آقا چی بشه که بتونی راحت بزنیشون داخل اوپن. خب نه کاوری دارن نه هیچی، شات اول شات دوم اگر اسنایپر خوبی باشی میندازیش. و حفظ فاصله بچا، حفظ فاصله خیلی مهمه. خب الان تو مثلا میخوای اسنایپ بزنی، ایمتو باز کنی روی یارو یه تیر بهت بزنه، ایم اسنایپت میره فضا، ایم اسنایپت اصلا نمیبینی کجا میره. خب کلا ایمت میره آسمون. و آقا من میگم حفظ فاصله یعنی چی؟ فاصله تو که حفظ کنی دیگه انمی نمیتونه تش بتونه 2 تا 3 تا تیر بهت بزنه. و آقا هر چقدر از انمی دورتر باشی بهتره. و یه مشکلی هم که تک شاتگان و تک اسنایپ پلی دادن داره اینه که آقا زون جمع بشه، فضا اوپن باشی، شوارگی در میارن، اصلا امانت نمیدن. خب و یه بدی که دارن دوتاشون همینه، چه حالا تک شاتگان باشه چه تک اسنایپ، چه تو بیای دوتاشو برداری. خب یه مشکلی که هست اینه. و آقا کلا یه دقیقه وقت داریم یه چیزی بهتون بگم، یه نکته در مورد پلی دارن با سنس بالا یا بالا بردن سنس. بچه‌ها شما میان چیکار میکنین؟ آقا شما روزی یه دونه سنستون رو میبرین بالا، حالا چه ADS باشه چه ترد پرسن باشه. خب شما روزی یه دونه میبرید بالا. آقا سر هفته میبینی من 7 تا 8 تا سنسمو بردم بالا. و آقا دارم کم کم به سنس بالا عادت میکنم. خب حالا یه روزم عادت نکردی، تش دیگه 2 روزه. بچه‌ها خودم تست کردم واسه سنس بالا، تش دیگه 2 روزه عادت میکنی. و بچه یه حرکت که توی سنسای بالا این حرکت رو باید انجام بدید، این سبک پلی رو باید رعایت کنید، اینه که آقا شما فایت کلوز بدید، فایت نزدیک بدید. خب اونجوری نیست با سنس بالا بتونی بری تورنمنت از 40 متری یارو ایم تیم کنی، نمیشه داشت اینجا، نمیشه داخل تورنمنت. بعد همون فایت کلوز تو بدی
چرا؟ چون سنست بالا ایمت میلرزه. قطعا تو بخوای یه انمی دور رو لیزر کنی ایمت میلرزه. خب نکاتی رو دارم بهتون میگم واسه آره و این نکات رو دارم بهتون میگم که اول ویدیو میخواستم بهتون بگم چه تگ اسنایپ پلی چه تگ شاتگان. میخوام دو نوع موضوع بهتون بگم پلی دارم با سنس بالا. این در مورد اونه ها، سنس بالا رو الان دارم بهتون میگم. بچه حالا شما کسایی این حرکت رو باید بزنید. خب کسایی که حالا اون حرکتی که بهتون گفتم و حالا روزی 2 تا 3 تا از سنستون بردیم بالا، سنستون سریع شد. خب حالا چیکار کنیم آقا؟ بتونیم دور رو بزنیم. حالا نزدیک خب راحت میشه زد. دور رو بزنیم و آقا فایت دور و نزدیک و مثلا اینا رو که داریم میزنیم، فایت دورمون هم اندازه فایت نزدیکمون خوب باشه. شما باید چیکار کنید؟ شما باید تمرکزتون رو بذارید آقا روی انگشت شستتون، انگشتی که باش ایمتون رو میچرخونید. بچه سنس فیکس اسپید داریم، اکسل رزولوشن داره. حالا اگه رو اکسل رزولوشن داره این راه بهت میگم. خب حالا نمیدونم اکسیریتیه چیه، همه چی بهش میگن. خب آقا شما یه راه دارین واسه ریکویل گان گرفتن. خب واسه کسایی که میخوان با سنس بالا پلی بدن. بچه ها اینو از خودم یاد بگیرین. خب یه حرکتی حالا خودم میزنم. آقا این ADS من رو 180 بچه، رو 180 90 دارم اینجوری کنترلش میکنم. حالا جریانش میخوام رازش به شما بگم. بچه ها من خب دارم فایت نزدیک میدم، دستم خیلی سریعه. خب دستم خیلی سریع. یه سنس کم هم بهم بدی الان ببین سنس من فقط ADSش بالا، بقیهش کمه. تو الان یه سنس خیلی کم به من بدی میتونم مثل سنس بالا بهش پلی بدم. یه سنس خیلی بالا هم بهم بدی میتونم مثل یه سنس پایین باش رفتار کنم. یعنی چی؟ یعنی بتونم باش کند پلی بدم، مثلا ایمم قوی تر باشه و بزنم همه رو رنده کنم. الان میریم جلوتر بهت میگم باید چیکار کنی. تو آقا داری پلی میدی. خب سرعت دستت معمولیه، اوکی، داری با سنست پلی میدی. سنست حالا گیرم بالا. آقا تو باید چیکار کنی که ایمت قوی بشه؟ آقا توی که داری با سنس بالا پلی میری باید چیکار کنی؟ وقتی که انمی دوره نباید همون سرعت دست رو حفظ کنی، همون سرعت دست بالا تو هی چپ و راست کنی اینجور چیزا. خب تو باید چیکار کنی؟ تمرکزتو بذاری رو انگشت شستت و اون خلاصه اون انگشتی که باش سفر رو میچرخونی و چیکار کنی؟ تو بیای سفر رو به آروم ترین شکل ممکن، به آهسته ترین شکل ممکن تکون بدی و بکشی پایین و ریکویل بگیره. الان ببین من دارم با ADS 180 چجوری با FFR لیزر میکنم. اصلا ببین FFR رو برداشته بودم واسه آموزش این ویدیو که چجوری آموزشتون بدم بتونید ریکویل بگیری با سنس بالا. و تو کافیه فقط چیکار کنی؟ بیای سرعت دستتو موقعی که انمی دور میشه بیاری پایین، به همین راحتی. و این شد از ویدیو امروز. آقا دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه بودین. خیلی عشقین. لایک ویدیو یادتون نره، چنل تلگرام جوین بدین. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.